حضرت علی رضی الله عنه مولای ما هست. اگر گاهی میشنویم مولا علی، این لقب حضرت علی رضی الله عنه است، این حق حضرت علی رضی الله عنه است، این جایگاه حضرت علی رضی الله عنه است. مولای ما و مولای همه مسلمان ها تا روز قیامت سیدنا حضرت علی رضی الله عنه هست. صحبت امروز ما در رابطه با مولایمان هست، در رابطه با سید و پیشوایمان هست، در رابطه با یکی از قهرمانان شجاع و دلیر و پر افتخار اسلام، شخصیت برجسته و بزرگی که در میدان شجاعت و دلاوری اسدالله و حیدر لقب دارد، شخصیت بزرگ و برجسته‌ای که در میدان تواضع و شکستگی و فروتنی ابو تراب شهرت دارد، شخصیت بزرگی که در میدان سخاوت و بخشش سخی و جوانمرد لقب دارد، شخصیت بزرگواری که در میدان علم و دانش و آگاهی باب و دروازه میدان علم شهرت دارد، شخصیت برجسته و بزرگی که در میدان جهاد و پیکار و مبارزه و قهرمانی فاتح خیبر لقب دارد، شخصیت بزرگ و برجسته اسلامی که در میدان قبولیت و پذیرش به نزد الله سبحانه و تعالی مرتضی لقب دارد، شخصیت بزرگواری که در میدان بشارت و مژده رسول الله علیه السلام جنتی لقب دارد، شخصیت برجسته و بزرگواری که به خانه نبوت بزرگ شده است، شخصیت بزرگواری که در جوف و دل خانه کعبه به دنیا آمده است، اون شخصیت برجسته و بزرگوار و پر افتخار اسلام اسدالله الغالب، خلیفه چهارم اسلام، فاتح خیبر، پدر حسنین، شوهر حضرت فاطمه الزهرا رضی الله عنها، سیدنا و مولانا حضرت علی مرتضی رضی الله عنه هست. این شخصیت بزرگوار را باید بشناسیم، با مقام و منزلت و جایگاه عالی و بلند این شخصیت پر افتخار اسلام باید آشنایی داشته باشیم. نام گرامیشان علی هست رضی الله عنه، لقبهای مشهورشان حیدر و مرتضی و اسدالله هست، کنیهشان ابوالحسن و ابو تراب هست، پدر بزرگوارشان عبدمناف مشهور به ابو طالب هست، مادر گرامیشان حضرت فاطمه بنت اسد رضی الله عنها هست، پسر کاکای پیامبر صلی الله علیه و سلم می شود، شخصیتی که تنها از میان فرزندان بنی هاشم در جوف و داخل خانه کعبه به دنیا آمده است، شخصیتی که 10 سال قبل از بعثت پیامبر صلی الله علیه و سلم و 23 سال قبل از هجرت به دنیا آمده است، شخصیت بزرگواری که به سن 10 سالگی مشرف به اسلام می شود. الله متعال به 10 سالگی ایمان و هدایت خودش را نصیب سیدنا حضرت علی مرتضی رضی الله عنه می فرماید، یعنی شخصیتی که تمام عمرش را با ایمان و هدایت الهی نفس کشیده است، شخصیتی که هیچگاه زیر چتر کفر و شرک و بت پرستی نفس نکشیده، اون شخصیت سیدنا حضرت علی مرتضی رضی الله عنه است، شخصیتی که به خانواده محمد مصطفی علیه السلام بزرگ شده. ابو طالب پدر حضرت علی رضی الله عنه صاحب عیال بزرگ و خانواده بزرگ بود، افراد خانوادهش زیاد بود. وقتی که قحطسالی آمد رسول الله علیه السلام به خاطر اینکه بار سنگین خانواده ابو طالب سبک شود، حضرت سیدنا علی مرتضی رضی الله عنه را به خاطر سرپرستی و تربیت
از نزد عمو و کاکایشان ابو طالب به نزد خودش می آورد. رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم. ابو طالب 4 تا پسر و 2 تا دختر داشت. پسر بزرگش طالب که عبدمناف به کنیه ابو طالب شهرت یافت، دوم عقیل، سوم حضرت جعفر، چهارم سیدنا حضرت علی رضی الله عنهم. 2 تا دخترشان، یکی ام هانی نامشان فاخته بود، دوم جمانه. این 6 تا فرزند و اولاد از سیدتنا فاطمه بنت اسد رضی الله عنها به دنیا آمده بود. بناهن یکی از اون فرزندان ابو طالب، یکی از شخصیت های بزرگ سیدنا حضرت علی مرتضی رضی الله عنه هست. خردترین پسر ابو طالب سیدنا حضرت علی مرتضی رضی الله عنه بود. در میان هر برادر 10 سال فاصله بود. یعنی طالب از عقیل 10 سال بزرگ بود، عقیل از حضرت جعفر 10 سال بزرگ بود و جعفر از حضرت سیدنا علی مرتضی رضی الله عنه 10 سال بزرگ بود. در میانشان 10 سال فاصله بود. بناهن حضرت سیدنا علی مرتضی رضی الله عنه را رسول معظم اسلام علیه السلام به خاطر سرپرستی و تربیت پیش خود آوردن و پیش خود گرفتن.